مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران در تازه‌ترین موضع‌گیری انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی را فرمایشی توصیف کرده است. او گفته است حکومت در نظر دارد پروژه تکراری انتخابات 88 را بار دیگر پیاده کند. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد. می‌خواهند انتخاباتی فرمایشی و دستوری ترتیب دهند. این تازه‌ترین موضع‌گیری مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت درباره انتخابات 12 اسفند مجلس شورای اسلامی است. سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی متن مصاحبه‌ای را منتشر کرده که در آن فاطمه کروبی همسر این چهره مخالف دولت دیدگاه‌های آقای کروبی را در مورد انتخابات آینده بیان کرده است. 300 روز از حصر و حبس خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از چهره‌های مخالف دولت می‌گذرد. حالا مهدی کروبی می‌گوید استنباط کردم آقایان از تداوم قهر و نارضایتی مردم به خوبی مطلع‌اند و می‌خواهند انتخاباتی فرمایشی و دستوری ترتیب دهند و با رد صلاحیت و ابطال برخی حوزه‌ها و پر کردن صندوق‌های رأی از رأی‌های بدون صاحب و سپس برخورد و دستگیری و به وجود آوردن رعب و وحشت و امنیتی کردن کشور، پروژه تکراری انتخابات 88 را بار دیگر پیاده کنند. محدودیت برای موسوی، کروبی و رهنورد در حالی هنوز ادامه دارد که همسر مهدی کروبی میگوید او تنها به رادیو تلویزیون دولتی و اخیراً 2 روزنامه نزدیک به حکومت دسترسی دارد. مهدی کروبی که در کنار موسوی همچنان بر تقلب در انتخابات گذشته اصرار دارد، به کنایه پیشنهاد داده حکومت ایران هیئتی با حضور علی اکبر ولایتی، محسن رضایی، غلامعلی حداد عادل، احمد خاتمی و به ریاست احمد جنتی تشکیل دهد تا از این پس به جای انتخاب نمایندگان توسط مردم این هیئت آنها را منصوب کند. این موضع‌گیری مهدی کروبی در ادامه مواضعی است که برخی احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب در قبال انتخابات 2 ماه آینده اتخاذ کردند. تاکنون جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و 39 زندانی سیاسی اعلام کردند که در انتخابات آینده مجلس شرکت نمی‌کنند و به طور تلویحی آن را تحریم کردند. پیش از این محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم گفته بود که شرایط شرکت در انتخابات فراهم نیست. برخی چهره‌های اصولگرا همچون محمد رضا باهنر و غلامعلی حداد عادل نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی تاکنون مخالف شرکت اصلاح طلبان در انتخابات بودند، اما در روزهای اخیر پیشنهاد دادند اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کنند، پیشنهادی که هنوز استقبالی از آن نشده است. بعد از 3 روز از آغاز نامنویسی نامزدهای انتخابات مجلس، هنوز از میان چهره‌های اصلاح طلب و منتقد دولت کسی ثبت نام نکرده است. مهدی کروبی در اظهار نظر جدید خود بدون اشاره به انتخابات مجلس ابراز امیدواری کرده که مردم ایران در فرصتی مناسب ارزش‌های موجود در قانون اساسی 58 را البته با اصلاحاتی که در گذر زمان ضروری می‌نماید احیا کنند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.